بسیار مهم ببینید اینجا پرتافت اول فریب یعنی کوزوش بعدن این اصول دوست داشته این التصایف است و همه وقت را اجرا میکنند. اصولهای دوست داشتنی. بله. اکنون تیمور رحیموف دوستان عزیز در مقابل یکی از حریفان سرسخت خود قرار میگیرد. اشتراکچی بازی های المپی در ریو د ژانیرو و برنده نشان برنجی سیسن آر ورزشگر 30 ساله. بله تیمور رحیموف ورزشگر 23 ساله. تیمور رحیموف از اولین یعنی ورزشگران سنگین وزن که از فصلهای جدای جهانی مدال برنجی آورده است. هم مراکش که هم ما یاد داریم. و گفتی رمزی شامیروف همان یک اصول ضربه‌ای پشت پای را انتظار هستیم. هر دو ورزشگر سبب مقاومت برای داشتن یک طرفه و به گرفتن کمیکات دوم تیمور رحیموف کوشش میکند که انتظار هستیم و همون روحیه‌ای که بعضا تاثیرگذار هست که برای ورزشگران یعنی من مقابل اشتراکچی بازی‌های المپی هستم مقابل ورزشگری هستم این روحیه تاثیر نکند اگر تیمور رحیموف با غرور رقابت می‌کند. ببینید چون که یک تئوری جدی اطمینان دارد به خود اطمینان دارد و پیروزی را به دست دارد ولی شتاب باید نکند سراسیمه نشود چون که ساسون با این پرتوف بسیار خطرناک است. بله ساسون با سمت چپ یپون سویلناگ را استفاده میبرد همیشه سویلناگ یپون سویلناگ این اصولای دوست داشته ساسون هستند باید احتیاط کند تیمور سراسیمه نشود و او هم چپکار است. ببینید تیمور رحیموف چپ دست یعنی چپکار هست. بسیار اصول های مورد نظر رو بعد سمت چپ و سیسن هم همین گونه زیدی حمله ها دارد. این اصول باید اجرا کنند در همین موردش باید اصول اجرا کنند نه ایستاد چون که دست اگر در کمیکات باشد باید در همون اصول اجرا کنند. ساسون از دست قپید و بعدا اصول را اجرا کن. تیمور باید اصول اجرا کند نه ایستاد کوری اشی که اوچیماتا یک اوچیماتا زیبا و هر حال اجرا کرد ولی از دست دادن همون دست بود سبب شد که قریب از دست داد ولی اوچیماتا رو بسیار جذاب اجرا کرد. یک بار دیگر با سمت چپ اینجا در سالن برگزاری مسابقات شاید هموطنان ما که هستن با تیمور مصلحت میدهند باز باید قپد و همون طرف خود باید اصول اجرا کند حداقل زیدی حمله حریف کند باید احتیاط کند باز پرتوف از طرف ببینید با سمت چپ با سمت راست اشاره میکند ساسون اما با سمت چپ اصول اجرا میکند این فریب نظر حریف است اول از طرف راست ضربه کند و با طرف چپ با سرعت اجرا میکند همین دفاعی به مورد اگر نباشد این یک اصول گشتین ساسون است باید امکانیت تیمور نتید تیمور باید اول قپد همون دست و بعدا اصول همون چمات را استفاده برد چون که دو و تیمور اکنون تیمور باید و نیواز گذارد در نیواز اگر پای خود را کشیده گیرد سیسن آر یک رقابت خیلی خسته شده بود تیمور رحیموف احتمالیت موفق شدن دارد اما پای حریف بسیار محکم است و موفق می شود تیمور رحیموف باید باشد چون که در بخش کار در زمین ورزشگران ما یکم کمی تجربه ندارند باید اصول اجرا کنیم چگونه امکانیت داشت نیوازه خیلی شانسی خوب داشت تیمور رحیموف شاید خستگی ساسون نمیبینیم و استفاده باید برای تیمور رحیموف 7 سال کلانتر است و از لحاظ راه نفس کشی شاید برآمدن در کار نیست از گلر نباید حداقل با اصول اجرا باید کند یک اصول باز همان اشیارای بسیار با مورد بود این اصول برای تیمور رحیموف امتیاز آورده بود در گلدن اسکوی دور یکم و امیدوار هستیم خسته است ساسون و ببینید چیزی دی حمله زیبا و میگریزد از اصول حریف اینجا باید بر سیسن شیدای دویم رو بدهند
چرا داور چون خاموش است در این خاموش مورد؟ است. چون راه گریز رو بسیار عقب عیان نشینی میکنه. بسیار عیان بود که او راه گریز میجوید و کم فعالیتش هم حاضر مشخص باید بود. تیمور کار کند چون که اگر کار کند شاید در مورد بله. دومی شیدو هم قضاوت کند چون که هیئت داوران. خستگی ساسون ما میبینیم و اورسیسن هم احساس و کرده گلدن است که سکو است. مقابل گلدن خود سکو. یک گلدن سکو. گلدن سکو اینجا وقتی یک الهی- اصول همون ضربه‌ای پشت بله پای بله تیمور باید کوشش میتواند کند که یک تقدیر حمله را را اجرا حل کند. کند. یک حمله ببینید. بله باز همون کمیکاتا برای مبارزه برای اجرا کردن اصول. بله در بخش اشیوازه اگر کار کند با فکرم خوبتر است. بله بله اصول با های پا کار کند چون که حریف خسته است دیگه. بله ببینید دیگر او چون که هجوم های اصول بر دروغ میکند حتی. بله چون که وای نشان داده است او چه را استفاده بردن در کار، یعنی زدن در کار به زمین با پا کار کردن در کار، چون که داور هم میبینه و صاحب شید دویم ساسان بله میشود. قضاوت میکنند. ششتن در کار نیست، یعنی حرکت کردن در کار. این بسیار مهم است. در مهم همین است. لحظه بله بسیار بله مهم بله است. باز از هر دو جفت امکانیت آستین باید دادن حریف در را کار نیست. ببینید. باز دو دست دو قپیدن دست در کار داشتن اینجا نیست. با تیمور رحیموف حکم شید آمدید. بله این دفاع است، برای دو دست استودن راست این دفاع است، چون که ممکن نیست. چگونه امکان داشت، چگونه امکانیت بسیار شانس دارد. داشت، خیلی امکان داشت تیمور رحیموف، اما بله باز این باید عمله کند، عمله در کار است، حداقل یک وزری چون بگیرد. که وقت کم است. گلدنسکو است، یعنی شاید یک عمله زیبا یا وزری، دو دست از جفتی چون که این آستین که باز رفتن در کار. حریف. یوچیماتا باید اجرا کند. چی با اجرا میکند بالاخره. بله شنوید ممکن شاید شنوید ما انتظار هستیم که عمله باید اجرا این شد. هیجانی که در این لحظه شما این یک داشتید احساسات است، چون که ما شنوید. بله نه زخوت بالا در کار نیست، باز هم زخوت کار کردن در کار، استودن در کار نیست. بله یک اوچیماتای زیبا بله جانانه تا و آخر ببینید دو مرتبه پیاپی نرسیده رو است. اجرا کرد تیمور رحیموف. دستی چپی حریف رو اگر میکشید کار بله. حل میشد. چون که امکانیت داشت. شیدوی ببینید دویم اینجا حق به جانب حقدار بله. میرسد. شیدوی دویم با اورسیسن تیمور رحیموف حرکت یک کردن در قدم کار. دیگر تو به مرحله خسته است چهار یک نهایی. ساسون خسته ساسون است. خیلی خسته شده است، احساس کرده است که یک بله. جوانی با قدرت در حال رشد است. یک اصول ضربه‌ای دیگر باز گریخت. بله اینجا وزیدی حمله اسای کامی بله احسن بر اسای این کامی استعداد. اما اسای کامی توپ دادن در کار، توپ دادن در کار. 10 ثانیه میتواند تیمور بله رحیموف بله در بله مرحله بله چهار بله یک بله نهایی 9 آفرید. 10 همین بله. ترتیب تیمور رحیموف را در مرحله وزاری. چهار یک نهایی رقابت ها میبینیم. دوستان بله. عزیز مبارک شوند. مبارک شوند. یک پیروزی که یک ما هم پیروزی. بعد از اون یک نفسی تازه کشیدیم دوستان عزیز. و دور سیوم رو نفس میگیرد و آزاد در دور گرفتیم. سیوم خیلی زحمت بله، کشید. بله. خیلی مشکل بود براش، چون یکی از ورزشکارانی که در کارنامه‌اش ببینید مدال برنجی بازی های المپی داشت، در ماسترز مدال نقره داشت و همچنین 5 کرات برنده گران پری، یکی از حریفان با تجربه را از صدر راه برداشت. اکنون تیمور رحیموف هم برای نشان برنجی شانس دارد و هم برای نشان طلا، چون که اگر از صدر راه این تصادف گذرد احتمال دارد که او را در مرحله بعدی ببینیم. ببینید چگونه باز همان اصول اشهرای با مورد استفاده شد، یک اصول ضربه‌ای و بعدا اینجا اکنون حرکت تاکتیکی تیمور رحیموف بسیار بکار. حریف رو خسته کرد در لحظه های پایانی. ببینید چگونه استفاده بود، یک کار جان و جانانه کرد. گویم اگر اشتباه نخواهد شد به همین ترتیب تیمور رحیموف در